ما خیلی در اضطراب هستیم از آنه که این گونه خبرها از خارج می‌بیاد، از طرف ولایت مختار کوهستان می‌بیاد. ما می‌خواستیم مراجعت کنیم با پشت باران، با هموطنان، با آنهایی که سالهای دراز با هم کار بکنیم، با حکومت محلی، یعنی با مقامات محلی، حکومت حاکمیت، که همه کار باید در دایره قانون اجرا شود. زوری در کار نیست، یعنی هم خیلی کردن در کار که همین مسئله حل شده در دایره قانون یا بعد قانونگذاری ما خیلی مکمل، خیلی گسترده است. یا مسئله بیرون نرم‌های قانونی نایستاده است. و من باز یک چیز دیگر گفتم که همین سالهای دراز همین اساسگذار اصول وحدت ملی به شورای ملت، پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم رحمان گشته برگشته با بدخشان میروند، با مردم آخری دارند، همه وقت در دستگیری اقتصادیات این کشور هستند، این ولایت هستند. و باوری دارم که همین خیلی هم در آینده می شود، فقط آرامی در کار، آسایشی، یکم دیگر فهمی کامل در کار. لیکن همه کار ما باید در دوره قانون کنیم. قانون هست، حکومت داران، یعنی ساختارهای قدرتی در محل بوده باید نیز همشه با مردم با هم دیده برایند و حل مسئله رو یابند. هیچگاه به واسطه زوری هیچگاه مسئله حل نشده است. با یک چیز دیگر ما باید بازار گیریم که یک طرف ما افغانستان است، یک طرف دیگر ما قرقیزستان است. مسئله ها داریم، ما باید متحد باشیم تا که همین مسئله که در بین شورای همسایه داریم اینا حل کنیم. با خطای مملکت بزرگ ما سرحد داریم، سرحدش اساسا در حدود ولایت بدخشان است. باید موافق کنیم که با خطای کار بریم. این وقتا این پاندمی شان زودتر میگذرد. ما هم کاری کردیم در کار با همه کشورهای گرد اطرافمون و پیش ما باید خودمون با هم باشیم، تنج باشیم. من 100,000 مرتبه من باور دارم که فراست مردم بدخشان خیلی بلند است و این حادثه‌ای که روی افتاده ایستادن آنها البته خود رو می‌یابند. من تمام مردم تاجیک از جمله با ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان صحت و سلامتی می‌خواهم، تنجی آسودگی می‌خواهم و انشاءالله همش در زمینه قانون و هم دیگر فهمی کامل همه مسئله حل خود رو خواهند یافت.